اگر شما به مرکز رفتن بینید اونجا یک چند نفر رو من شماره زیادی رو پیدا کردن ممکن است که برعکس فکر شما رو گفته میتونن، یعنی اونا گفته میتونن که نظام برعکس مشکل تر بوده است، یعنی برای دانشجو شدن داوطلب راههای زیادی رو طی میکنند، این کار برای اونها مشکلی میکنند، یعنی فکرها گوناگون است، لیکن به هر حال یک چیز مسلم است که عموما نظام امتحانات مرکزی داخلشوی نظام استوار، نظامی که در حقیقت عدالت اجتماعی، دسترسی برابر و عموما ارزیابی عادلانه رو تامین می‌نماید. این در این یگان جای شک و شبهه نیست. در مورد سوال دوم شما، البته اگر شما عموما گوییم برآمدهای کارمندای مرکز ملی تستی رو دیده باشید و عموما هنگام واخوری‌ها با کارمندان مرکز شما شنیده باشید، تاکید کارمندان مرکز همیشه بر این است که در حقیقت داوطلب باید هوشیار باشد، زیرکی رو از دست ندهد. این سخن است که همیشه ما تکرار به تکرار توسط تمام واسطه‌های اخباری عامه میگوییم و باز هم میگوییم. در نظام امتحانات مرکزی داخلشوی در حقیقت کسی به نتیجه داوطلب تاثیر رسانیده نمیتواند، در این یگان جای شبهه نیست و اثبات کردن دلخواه حالتی که در حقیقت شبهه باشد برای داوطلب همگی 15 دقیقه رو ضرور است که چنین حالت رو اثبات کند که در حقیقت نفر به نتیجه او تاثیر رسانیده است یا نه. البته اون حالتایی که شما میگویید باید شما تعبیر و بارها رو درست‌تر به کار برید، زیرا قلابی در همه دور و زمان بود و پیش این رو مرکز گرفته نمی‌تواند. قلابی چی است؟ یک نفر به یک نفر با وجود آن که برای او کاری را انجام داده نمی‌تواند، برای ستانیدن پول وعده‌های دروغ می‌دهد. این است قلابی. البته این عمل‌ها رو به واسطه با مرکز ربط دادن اصلا فکری خوب نیست، درست هم نیست، زیرا باید مردم دانند که در نظام امتحانات مرکزی داخلشوی هیچ کس به نتیجه هیچ کس تاثیر رسانیده نمی‌تواند.